زي سویشتن برارم عید شما مبارک. چی ادب شما میبینید؟ خدا شما بخیر. بخیرین، سلامتین، شما خوبین؟ چی گپوین؟ شما مبارک برارم. بخیرین، سلامتین، چی خبرای؟ سلامتین، شما خوبین؟ زنده باشید. شما خوبین؟ بخیر. شما مبارک. ثواب اجابه نصیب. شما همچنین. سلامتین، خوبه؟ خیلی خوش اومدید. خیلی خوش اومدید. دوستای عزیز، امروز آمدم به پیش نیمانجان علیکوزه، یک از جوانان خوشتیپ و نماینده ایتوک فارما، یک از شرکت‌های برند افغانستان. این جوان به خانه از این آمدم که از اینا پرسان کنم که علیکوزه صاحب در این 3 روز عید چی رقم عید تیر شد. سلام جان، خیلی خوش آمدیم. آقای محمودی یکی از جوانان خوشقلب ایراتن و خیلی خوش آمدین دیگه. خوب بود عید قربان، عید بسیار عید خوبیه. دیدارا تازه میشه و بانه میشه که بدی آغوش بکشی. خیلی عزیزا خور، خیلی دوستا خور و خیلی خوشحال شدم که شما رو بعد از مدت دیدم. سلامت باشید، زنده باشین، بخیر. زنده باشید. علیکوزه بزرگوار عید چگونه تیر دیگه خوب بود عید قربان، عید بسیار عید خوبیه. دیدارا تازه میشه و بانه میشه که بدی آغوش بکشی. خیلی عزیزا خور، خیلی دوستا خور و خیلی خوشحال شدم که شما رو بعد از مدت دیدم. سلامت باشید، زنده باشید. گفتن نباید گذاشت که نصارم جان بعد از مدت روی آوردن به جزی فعالیت میکنن. من خیلی خوشحالم با ادب بسیار، با نزاکت و به یک سنگینی خاص میره دیدن دوستا. شما بزرگی میکنیم نصارم جان که میایم دیدن، ما میایم. من خیلی از کسا و عزیزایی که همه بدیم احترام دارم، بدون بریم و محترمم بدیم آمادن نصارم جان محمودی خیلی خیلی با ارزش‌تر، به خاطر که این انسان امتسوچه و صاف و پاکیه و آمادن از دی به کلبه فقیرانی ما یک افتخاریه بریم. کلبه فقیرانی رئیس خیلی یک چیز جای خوبه. قربان شما، سلامت باشین. دیگه دوستا و عزیزای علیکوزه صاحب که از هم دیگر دیگه با ارزش‌تر میشه. اصلا من فکر میکنم که دوستی ها ارزش بالاتر از خیلی مسائل ها و اینایه. انشالله که کینا و کدورتا رو بگذاریم به کنار بگذاریم و اگر آدم بتوانه باغوش بکشه و تیرش از خیلی مسائل، من فکر میکنم که تشکری میکنم از جناب نیمانجان علیکوزه، نماینده شرکت ایتوک فارما که یکی از شرکت‌های برند افغانستان است. سپاس علیکوزه صاحب. قربان شما.